سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون استارت آلمانی. با یکی از درسای دیگه در خدمتون هستم. امیدوارم که بتونه واسهتون مفید واقع بشه. خب، صرف نظر کردن به آلمانی یعنی از یه چیزی امتناع کردن. میشه فرتیشتن. یه لغت سطح بالاست که خالی از لطف نیست یاد گرفتنش. خب، میریم با هم سراغ اسلاید بعدی. ایش فرتیشته، من صرف نظر میکنم. دو فرتیشتس، تو صرف نظر میکنی. زی اس فرتیشتت، او صرف نظر میکند. میشد او مرد، زی میشد او زن، اسم میشد او خونسا، شیعی چیزی. وی فرتیشتن، ما صرف نظر میکنیم. یه فرتیشتت، شماها چند نفر صرف نظر میکنید. زی فرتیشتن، شما محترمان یک نفر صرف نظر میکنید. زی فرتیشتن، آنها چند نفر صرف نظر میکنن. خب دوستان، 3 تا زی داشتیم. یه زی میشد او زن، یه زی میشد شما محترمان یک نفر، زی آخر میشد آنها چند نفر. خب میریم سریع سراغ اسلاید آخر. خب، زمان گذشته ساده میشد پرفکت. میخوایم این فعلو تو زمان گذشته هم یاد بگیریم که چطوری نوشته میشه و به کار میاد. فرمولش میشد 2 قسمتی از فعل کمکی به اضافه شکل ثابت فعلمون تو زمان گذشته. همونطور که میدونید فعل کمکی میشد هیلفسورب که معلم به آلمانی میگه. من اینجا براتون ترجمهش میکنم. پلوس یعنی به اضافه، پارتیسیپ توای یعنی شکل ثابت فعل تو زمان گذشته. این پارتیسیپ توای ثابت میمونه قرمز رنگ و سبز رنگ فعل کمکی صرف میشه بسته به اشخاص. الان با هم یاد میگیریم. Ich habe verzichtet. من ich habe verzichtet، صرف نظر کردم. حالا هر چیزی میشه شما در ادامهش بگید یا مثلا میتونید کاملش کنید. این دوستان verzichtet اومد و haben شد habe. Du hast gestern verzichtet. تو hast اومده با verzichtet. verzichtet دقت کنید دوستان، برای من تو ثابت موند و haben فعل کمکی صرف میشه که برای من haben میشه habe، برای دو میشه hast. تو هاست با فرسیشتت صرف نظر کردی گذشته. گستن دیروز. حالا از هرچی، از آب خوردن، از غذا زیاد خوردن، میتونید اینو خودتون کاملش کنید. Wir haben letztes Jahr verzichtet. Wir، ما، haben اومده بله با فرسیشتت، پس یعنی صرف نظر کردیم ما. wir letztes Jahr، یار میشد سال، letztes یعنی قبل، گذشته. پس ما پارسال، سال قبل صرف نظر کردیم، خودداری کردیم. این دوستان به همین راحتی دوست داشتم واسهتون ساده جا بندازم. شما خودتون میتونید بلندتر تو جمله به کار ببرید و برای خودتون کمی بهش شکل و پروبال بدید. من دوست داشتم براتون راحت بگم که سخت نشه یادگیری این فعل براتون. اگه ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید، سوال چیزی بود کامنت بنویسید، برای دوستی عزیزی میدونید که میتونه مفید باشه حتما بفرستید. تا ویدیوهای بعدی همتون رو به خدا میسپارم. یا حق.